امروز میخوایم درباره کارمون که دیجیبون ایران هست که لازم داریم یه دونه حساب ارز دیجیتال داشته باشیم. میخوایم یعنی برای همون کریپتوکارنسی، برای نگه داشتن کریپتوکارنسی یا همون ارز دیجیتال، توکن های کریپتوکارنسی، باید یه دونه کیف پول داشته باشیم. کیف پول ما باید به این شکل نصب بشه. حتما صفحه رو دارین. شما میایید توی همون گوگل، بازار گوگل یا پلی استور. داخل پلی استور یه دونه اپلیکیشن به اسم تراست والت رو جستجو میکنید. تراست که بزنین خودش میاد. تراست والت اولیه. تراست والت یه کیف پوله، معتبرم هست، مال شرکت بایننس فکر میکنم. کیف پول معتبری برای کسی که نمیشناسن. خب ما این رو نصب میکنیم، بعد نشون میدیم که چطوری میتونید یه دونه حساب دیجیتال باز کنیم و توکناتون رو چجوری جابجا کنید. داره نصب میشه. تا زمانی که نصب میشه ما یه مقدار راجع به دیجیبون ایران صحبت میکنیم. یه کار خیلی ساده است، همه شما میتونید انجام بدید. فقط این که پیش نیازش اینه که شما یه حساب دیجیتال داشته باشین، حساب کریپتوکارنسی. کریپتوکارنسی همون یعنی دیجیتال، بازار دیجیتال. کریپتوکارنسی توکن یعنی ارز دیجیتال. برای کسی که نمیدونن، البته همه شما استادید. خب داره نصب میشه. برای این کار شما نیاز به یک گوشی یا تبلت یا کامپیوتر دارید برای کار دیجیبون ایران، برای استخراج دیجیبون ایران، سکه های طلای دیجیبون ایران. شما نیاز به یک گوشی یا تبلت یا کامپیوتر دارین یا آیپاد که باهاش وصل به اینترنت باشین و قطعا یه وی پی ان هم میخواین. یه وی پی ان خوب که شما رو از اروپا متصل کنه به اینترنت، یعنی آی پی تون باید اروپایی باشه حتما. یه موقع نرید مال دو مصطفی رو نصب کنید. یه وی پی ان خوب. حالا من توی کانال تلگرامی دیجیبون ایران یه دونه وی پی ان خوب، همون فیلتر شکن خوب هم میذارم که شما بتونید باش وارد بشین و همیشه یادتون باشه که اول فیلتر شکن رو روشن کنید. بعد توی گوگل لینکش رو من میذارم، از آی پی، یعنی از آی پی تون یه عکس بگیرید، اون رو بفرستید، بعد شروع کنید به استخراج سکه های طلا. حالا سکه های KSGP اسمش، سکه های دیجیبون ایران که نوشتم توی کانال تلگرام که اینا رو شما کی میتونید تبدیل به پول کنید یا اصلا چه ارزشی دارن، که یا میتونید به دست بیارید، چجوری باید استخراج کنید، همه رو نوشتم. حالا شما میرید میخونید و حتما و قطعا یاد میگیرید که چیکار باید بکنید. تصویر من رفت، نمیدونم چرا، به هر دلیل. شما تصویر من رو الان ندارید. امیدوارم که بیاد تصویر من. بله برگشت. خیلی خوب. الان نصب شد این تراست والت ما، در حال این نصب کردن هنوز. خب نصب شد و باز شد، داره باز میشه. شما هم همین کار رو بکنید. بعد از نصب کردن این رو باز میکنید. ببخشید. بعد از نصب کردن میذارید که باز بشه. بله این صفحه میاد برای شما. شما این به فرانسه نوشته برای من، ولی برای شما ممکنه به فارسی یا انگلیسی باشه. در صورت این کلید سبز که نوشته که شروع کنید رو میزنید، یا استارت نوشته به انگلیسی، این رو میزنید. یه قلم و کاغذ هم همراهتون باشه برای نوشتن 12 کلمه. 12 کلمه در واقع کلید دسترسی شما به این حسابتون هست. در واقع اون رمز
شماست که رمز این حساب شماست که شما باید اونو خیلی تاپ سکرت نگرش دارین، یعنی خیلی یه جای محفوظ بذارین، یه جای محفوظ بمونه، کسی نباید دسترسی داشته باشه به اون. هر کسی که اون 12 کلمه رو داشته باشه میتونه حساب شما رو از تو کامپیوتر خودش، از تو گوشی خودش باز کنه بدون اینکه شما متوجه بشین. پس اون 12 کلمه رو حفظ کنید، خیلی محکم حفظ کنید و به کسی ندید. برای خودتون یه جای نگه دارید. من توصیهم اینه که توی گوشیتون یا کامپیوترتون هم ننویسید یا کپی نکنید یا عکس نگیرید، فقط توی برگه کاغذ بنویسید و اون رو داخل کیف پولتون یه جایی که همیشه همراهتون باشه نگه دارید. برای زمانی که کیف پولتون رو خدای نکرده از دست دادین گوشیتون رو یا هر چی رو، برای اینکه بتونید توی گوشی جدید یا توی کامپیوتر جدید یا یه جای دیگه یا دوباره تو همون کامپیوتر اون حساب ارز دیجیتالتون رو باز کنید و به اون سکه هاتون یا به اون پولای دیجیتالتون دسترسی داشته باشید. این برای اینه. خب اولین گزینه میگه که میخواید یه دونه کیف پول جدید بسازید یا اینکه میخواید یه دونه کیف پولی که دارید رو اضافه کنید اینجا. این برای اینه اگه 12 کلمه داشته باشین شما از قبل، اون دومین گزینه رو انتخاب میکنید و در واقع اون کیف پولی که دارید رو اینجا اضافه میکنید. ولی ما که نداریم، میخوایم که اولی رو میخوایم جدید بسازیم، با فرض اینکه نداریم یا میخوایم بسازیم ما جلو میریم. اولی رو میزنیم، این میاد میگه که کلمه های رمز اولین گزینه، دومی میگه که سویفت. با سویفت که ما کاری نداریم، ما با کلمه های رمز کار داریم که ما این رو میزنیم. معمولا این حساب هم مهم نیست، به درد کسی هم نمیخوره این حساب که 12 کلمه شو میتونید وردارید. حالا من میذارم که ببینید، چون این برای اینه که به شما یاد بدم. وقتی که شما اولین رو انتخاب میکنید این صفحه میاد، این صفحه نوشته که میخواین دستی ذخیره کنید یا میخواین روی گوگل درایوتون ذخیره کنید. دومین گزینه. شما توصیهم اینه که رو گوگل درایو ذخیره نکنید، چون که به هر حال یه جای دیجیتاله و دسترسی بهش غیر ممکن نیست. اما وقتی دستی روی کاغذ بنویسید خیلی بیشتر امن‌تره تا اینکه توی گوگل درایو بخواید ذخیره کنید. پس ما اولین گزینه رو میزنیم، یعنی اینکه دستی. اینجا 3 تا گزینه است، 3 تا رو تیک میزنیم، یعنی مجبورین که تیک بزنید برای اینکه کلید سبز پایین، کلید ادامه روشن بشه، میزنید، ادامه میدید و میبینید که 12 کلمه رو به شما میده. حواستون باشه این 12 کلمه رو حتما با حروف کوچیک همیشه نوشته میشه، این رو رعایت کنید. و زمانی که میخوایم باز کنید یک بار دیگه یه جای دیگه، وقتی که مثلا اولی لوپ این رو تایپ میکنین، اونجا فقط همین رو تایپ نکنین و یه دونه فاصله بزنین. وقتی این رو تایپ میکنین اون پایین به شما عین همین کلمه رو میده سبز رنگ. شما باید اون رو انتخاب کنین، اون رو روش کلیک کنین یعنی تا اون ثبت بشه. هر کلمه که تایپ میکنین پایین مثلش رو میده، این همون رو میده که سبز رنگه. شما باید اونو بزنین تا اون ثبت بشه تو اون جایی که باید بزنین 12 کلمه رو تا حسابتون باز بشه. این نکته یادتون باشه. خب اینجا فعلا شما باید اینا رو بنویسید. 4 تاشو باید حفظ کنید که چون تو مرحله بعدی اون 4 تا رو از شما میپرسه برای اینکه حساب رو باز کنه. من 4 تا رو حفظ میکنم: لوپ، چهارمی دیامان، هفتمی فلای، دهمی فریم. حالا میریم بعد میزنیم ادامه. اولی لوپ بود، دومی دیامان بود، سومی فلای بود، چهارمی هم فریم بود. میبینیم که کلید سبز روشن شد و ما ادامه میدیم. این حساب باز شد. الان یه حساب دیجیتال برای ما باز شد که میگه یه دونه کد بدین، یه کد که همیشه شما وقتی تراسوالت رو میبندید باز میکنید این کد رو از شما میخواد. یه کد 6 رقمی هم میخواد. شما 1 2 3 4 5 6 من میزنم، دوباره 1 2 3 یه بار دیگه هم باید بزنین برای تایید. وقتی که اینو میزنین حساب باز میشه
بعد شما این ضربه رو میزنید این بسته بشه و این حساب شماست. اینجا حساب شماست. میبینید که اینا رو آورده، اینا پولای دیجیتاله. حالا شما برای اینکه به عنوان مثال این KSGP یا در واقع سکه دیجیبون ایران رو اضافه کنید، باید بیاید من اون کنترکت آدرسش رو به شما میدم. اون کنترکت آدرس در واقع اینه، ببینید من لینکش رو میذارم که شما بتونید اون رو وردارید. شما میایید توی اون سکه های دیجیبون ایران روی شبکه، هر سکه هر ارز دیجیتالی روی شبکه قرار داره. سکه دیجیبون ایران روی شبکه BNB اسمارت چینه. پس شما BNB اسمارت چین رو BSC اسکن نشون میده که یعنی همه ارزهای دیجیتالی که روی BNB اسمارت چین ساخته میشن رو سایت BSC اسکن نشون میده. BSC اسکن شما میزنید، انتخاب میکنید نوعی رو، این میاد، این آرمشه، این لوگوشه، اینم BSC اسکن. شما این رو میزنید، اینو تو گوگل میزنید که برای کسی که نمیدونم. این صفحه باز میشه، این بالا نوشته BSC اسکن، BSC اسکن. اینجا شما توی این کادر پایینی میزنین KSGP. وقتی که اینو میزنید خودش بدون اینکه چیزی بزنید این باز میشه. این اولیه، میبینید KSGP یه لوگوی زرد رنگ داره که وسطش نوشته KSGP. شما این رو روش کلیک میکنید، این صفحه باز میشه که این بالا نوشته توکن KSGP، در واقع مخففش SGP میشه. اینجا تعدادش رو زده، اینجا که زده اجازه بدید من این ابزار رو بیارم که به شما نشون میدم کجا چی زده. اینجا ببینید، اجازه بدید من بیارم ابزار. خب اینجا اسمش رو زده توکن KSGP، اونجا نوشته SGP. بعد اینجا آدرس سایت که مربوط به اون توکن هست رو زده، اینجا تعدادش رو زده، تعداد کل رو زده. بعد شما این کلید رو میزنید که این بره. بعد پایینتر تعداد اینجا تعداد دارندگان این توکن رو زده، این تعداد ترانسفرهای این توکن رو زده. و میایم پایینتر، قیمت رو هنوز نزدیم. این دوستان آدرس کنترکت، یعنی آدرس قرارداد این توکنه. بد کشیدم خط رو، سعی میکنم قشنگتر بکشم که مزین بشه به یک کادر زیبا. این آدرس در واقع توکن هستش که شما این رو با این ابزار کپی میکنید. ببینید با این ابزار اینجا یه دونه دوتا برگشت رو هم دیگه هست. شما رو این یه بار میزنید، این علامت تیک میشه، تیک اوکی میشه. یه بار دیگه میزنید، میبینید بعد می‌نویسه که کپی شد بالاش. وقتی که اینو زد یعنی که این کپی شد. حالا برای اطلاعات بیشتر میایم پایینتر، اینجا میبینید اینجا زده که کل تعداد در واقع تراکنش هایی که این توکن داشته رو اینجا زده. میبینید این 10 صفحه است. شما اینجا این آدرس هش اولی، دومی، من زدم روش باز شد. من این ابزار رو بیارم که به شما نشون بدم. این آدرس هشه. خب اینجا زده که این چی بوده، میگه یه ترانسفر بوده، یعنی یه دونه ارسال بوده. این شماره بلوکه، این میگه 8 روز پیش بوده آخرین بار. اینجا میگه
اینجا میگه از چه کیف پولی، از چه آدرسی، این بالا میگه from، یعنی از چه آدرسی به چه آدرسی تو، یعنی به چه آدرسی و چه تعداد. اینجا زده 22 تا ترانسفر شده، یعنی ارسال شده. به همین ترتیب این پایینتر میبینید که یه چه تعدادی بوده، این پایینتر چه تعدادی بوده، اینجا تعداد کلش بوده. همه اینا رو شما میتونید ببینید، یعنی برای همه توکن ها همین جوریه. شما میتونید ببینید، همه میتونن ببینن از کجا به کجا چقدر ارسال شده، کی ارسال شده. اینجا میبینید زده 17 روز پیش، 18، حتی آخرین ثانیه هم نشون میده که الان کی چقدر به کجا فرستاد. توکن ها اینجوری هن. همه سکای ارز دیجیتال اینجوری هن. یعنی یه جایی دارن که میشه اینا رو ردگیری کرد که از کجا به کجا چقدر ارسال شده. شما هم که دریافت میکنین آدرس کیف پولتون رو اینجا میزنه، بعد میزنه که اینقدر دریافت کردین. شما اینجا میتونین ببینین خودتون. این توی اولین تب این بود، این بالا، این تب اول ترانسفر. تب دوم هولدره، یعنی تعداد کسانی که این رو دارن. هولدرها یعنی دارندگان. اینجا دارندگان رو زده 108 نفر. اینجا زده 108 نفر اینو دارن. خب بعد شما میاد پایینتر میبینید که اولین آدرس کیف پول که این آقاست اینجاست چقدر داره. میبینید جلوتر اینور میکشید صفحه، میبینید 9 میلیارد و خورده ای داره، یعنی بیشترین تعداد رو داره اینجا. این احتمالا باید خود صاحب دیجیبون باشه که اینجا زده 91% کل توکن ها دست این کیف پوله. بعد اینجا به ترتیب زده 5% دست اینه، 2%، انقدر درصد، انقدر درصد. شما هم که این توکن رو دریافت کنین، این سکه رو شما میایین تو این لیست و نشون میده که شما هم دارنده این توکن هستید. به همین ترتیب اینجا کیف پول شما رو میاره، اینجا کیف پول شما رو میاره، اینجا یه ردیف بهتون اختصاص میده، شماره ردیف، اینجا تعدادی که دارید رو میده و به همین ترتیب اینجا درصدی که شما توکن دارید. حالا وقتی هم که قیمت پیدا کنه اینجا قیمت مقداری که دارید رو مشخص میکنه. هنوز قیمت پیدا نکرده، برای اینکه هنوز BSC اسکن لیست کرده. وقتی که لوگو داره یعنی BSC اسکن لیست کرده این توکن رو، اما هنوز قیمت رو نیاورده. قیمت رو هم باید بیاره، اینجا هنوز نیاورده، قیمت رو هم بیاره. بعد از اینکه شما آدرس کنترکت این رو اینجا کپی کردید برای اینکه اضافه کنید به کیف پولتون، چون باید کیف پولتون اضافه کنید تا وقتی که اینو بهتون میدیم نشون بده کیف پولتون. اینجا که کپی کردید برمیگردید کجا؟ برمیگردید توی کیف پولتون، کیف پولی که ساختید، تراست ولت. اینجا الان از شما رمز و کد دوباره میخواد، چون خارج شدید وارد شدید دوباره کد رو میخواد. شما وقتی بزنید بدون اینکه چیزی رو بزنید خودش اوکی میشه. اینو میزنید. خب اینجا میخواید الان KSGP رو اضافه کنید. چه کار باید بکنید؟ خب ببینید تو صفحه اصلی شما قرار دارین، این صفحه اصلی شماست. این بالا تعداد حساباییه که این یک کیف پوله، میتونید 20 تا حساب توش داشته باشین. خب اینجا مقداری که توکن دارین قیمتش رو میزنه این پایین. شما میتونید 20 تا حساب داشته باشین. اینجا فعلا یه دونه حسابه، میبینید فقط یه دونه حسابه. اینو میتونید اسمش رو اینجا تغییر بدید، هر چیزی میتونید بزنید. مثلا بزنید دیجی بون ایران، حساب دیجیبون ایرانتونه. این بالا اوکی میکنید. اسم این کیف پولتون وقتی برگردین اینجا میزنه دیجیبون ایران. حالا میخواین یه آدرس دیگه اضافه کنین، یه اکانت دیگه اضافه، یه حساب دیگه اضافه کنین. این بالا سمت راست بالا یه به اضافه است. وقتی اینو بزنید شما میایید دوباره تو همون صفحه زده که یه دونه
میخواین یه دونه حساب اضافه کنید. خب شما وقتی این حساب رو بزنید، این کلید رو بزنید، این صفحه میاد. این صفحه که اومد، شما اولین گزینه رو میزنین، دوباره این میاد، دوباره اولین گزینه رو میزنین، این ستا رو تیک میزنین، مثل همون کاری که قبلا انجام دادیم. یه ادامه، دوباره 12 تا کلمه دیگه به شما داد. این برای حساب جدیدتونه. شما پس یه حساب جدید دیگه الان دارید میسازید. اینا رو می‌نویسید توی کاغذ، می‌نویسید برای کدوم حساب، اون اسم حسابایی که مثل الان نوشتید دیجیبون ایران. برای اینم یه حساب، یه اسمی انتخاب میکنید که 12 کلمه ها رو قاطی نکنید، بدونید کدوم مال کدومه. این 12 کلمه رو می‌نویسید که 1 و 4 و 7 و 10 رو حفظ میکنید. زده 1 4 الی 7 برکت 10 6 یعنی ادامه میدید ته الی برکت 6 ادامه میدید به همون شکلی که قبلا ادامه دادید. درست کردید، حساب جدید شما هم ساخته شد. این رو میبندید، این صفحه رو